بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. برادران ارجمند، حاضرین محترم، علال خصوص جوانانی که موحد هستند، الله را پرستش میکنند و در ذات الله مهربان شریک نمی آرند و پیروی گفته حبیبش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستند. اولا برادرمان عبیدالله که توی پسراش ازدواج دارد، دو پسرچش توی ازدواج دارد، اولا تبریک و تهنیت گفتن. خداوند جل و علا این توی برادرمان شیخ عبادالله فرزنداش در ماه شده است که یکی از خرسندی های زیباترین من خرسند شدم. براستی دیروز فهمیدم که بابای عبیدالله گفت حضرت ما فقط پسرام توی دارم. آبی چشم ریخت گفته بخشا به حالت که مردم تاجیک امروز میگوید که من مسلمان هستم، تا حالیم عمل جاهلیت از بین نبردن. از رمضان آب نکاح میگیرن که در این دو بین عید نکاح درست نمیشود. گفته من قصه عایشه مادرمان را به یادم آوردم که عایشه مادرمان میگفت که ای مردم مسلمان، شما گپ‌های دروغ نگویید. شما میگویید که در بین دو عید نکاح شود، در بین عروس و داماد محبت نمی شود. و الله میگفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مرا در روز جمعه در ماه شوال نکاح کرده بود و من فخر میکنم که از همه زنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست می داشت من بودم. و از همه چیزی عجیبش همین بود که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بغل من دنیا را پدرود گفت و رحلت به سوی آخرت کرد. برای همین سبب این توی برادرمان فرزنداش تبریک گفته از پروردگار همچون بنده عاجز آرزو میکنم و طلب میکنم که خداوندا در میانه این دو جوان و هر دو پسر و هر دو کیلان محبتی طرفین و فرزندای صالح و صالحه را روزشان بگرداند و محبتی که در بین حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و خدیجه الکبری بود و حضرت علی کرم الله وجهه و مادر جان فاطمه بود، خداوند در بین این دو جوانم و هر دو عائله هاشون هم خداوند عطا بفرماید. قومای عزیز، من نیتی سخن زیاد کردن ندارم. من یک دو آیاتی که درباره خداوند جل و علا درباره ازدواج برای ما و شما نعمت منت میکند و میگوید که ای بندگان من امروز نیتی زیاد سخن گفتن ندارم. خدا برکتی از داملاس عبیدین جان خوب گفت زیبا گفت. امروز تاجیکستان ما محتاج گفتن است.
محتاج علمای هست که اونها خاموش نبشینن. والله قسم حانیسی است، امروز مردم محتاج ملای خف نشین نیست. و من خودم بیزار هستم از اون ملایی که آمده میخورد مینوشد جمع میکند میخزد میرد، هم در دنیا و هم در قیامت بیزار هستم. دوستش نمیدارم، قطعش در دنیا محبتم ندارم، در قیامت هم الحمدلله محبت ندارم. حدیث صحیح بخاری است، من احب قوما فهو منهم. ای الله خود شاهد استی من دوست نمیدارم ملایی که خواند است سخن تو را به مردم نمیرساند. ای خداوند تو شاهد استی دوست نمیدارم ملایی که نامش باشد سخن حبیبی تو را به مردم نرساند. امروز خیانت می شود برای ملایی که تبلیغ نکند، امر معروف را به مردم نرساند. برای همین سبب الله تبارک و تعالی میگوید و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا. ای بندگان من، آیا شما قدرتی مرا شما نمیبینید؟ آیا شما قدرتی مرا، شما این نعمتهای مرا شما ناسپاسی میکنید؟ بله بندگان خداوند، نکاح نعمت الهی است برای بندگانش. نکاح فصل کننده است بین حلال و حرام. نکاح یک محبتی است که در بین دو جوان خداوند عطا میفرماید. الله چی میگوید؟ و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا. ای بندگان من، این از قدرت‌های من است، این از نعمت‌های من است که من برای شما دادم. از نفس خودتان برای شما زن عطا کردم. قومای عزیز، یک فکر بکنیم، اگر خدای مهربان ما را از جنس حیوانهای دیگر به مثل گاو به مثل خر اگر زن میداد، خانه ما و شما آیا همیشه تازه میبود یا که لباس ما شستگی میبود؟ نه، باید این نعمت الهی را خیلی باید ما و شما سپاسگزار باشیم. مرد به کمال رسیدن مرد به سبب زن می شود. وقتی که جوانی زیبا که زن می گیرد، طبق فرموده جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف دینه. وقتی که جوانی زیبا که زن بگیرد، نصف دینش کامل می شود. فلیتق الله فی الباقی، بس در باقی ماندش تقوا بکند، از خدا بترسد، می شود دینش کامل می شود. برای همین سبب باید این نعمت سپاسگزار باشیم. این نعمت الهی است که خداوند از نفس ما و شما برای ما و شما زن داده است. لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. خداوند در بین ما و شما یک جوانی که دختر هرگز ندیده است، میبینی که بعد از نکاح محبت یکدیگرش دوست می‌دارد. آیا را کی داده است؟ این از جانب الله است. لکن در کدام نکاح جوانان عزیز خداوند برکت می‌دهد، محبت می‌دهد؟ در نکاح اسلامی، در نکاحی که عروس لیش نباشد، در نکاحی که عروس سردهش محکم باشد. والله در نکاحی که این فتح امروزی میپوشانند که همه مردم بدنش میبیند، خداوند برکتش میگیرد. خداوند برکات نمیدهد، نه در تویش نه در فرزندش، در یگان چیز خداوند برکات نمیدهد. آخر جوان عزیز، آشکار دین قانون الهی برآمدن، آیا این برکت است؟ این محبت است؟ نه. اولی چیزی که محبت نکاح را میکند، زن یا که اعلان یا که همون دختر به سطر پوشیدن است و ضد حکم خدا برآمدن است. برای این سبب پیغمبر گرامی اسلام در حدیث صحیح فرموده است که وقال النبی صلی الله علیه و سلم ثلاثه حق علی الله عونهم. سه کس الله یادم میدهد. یکمش المکاتب الذی یرید الادا، مکاتبی که غلامش او را کتابت کرده است، قصد ادا کردن دارد، الله او را یادم میدهد. دویمش الناکح الذی یرید العفاف، دویمش جوانی که خالی زن میگیرد، میگه خداوندا من زن میگیرم، به خاطر زن میگیرم که من از کار گناه از کار بد دست بکشم، دیگر زنا نکنم، یعنی به چشم دخترای بیگانه را نافتم چشمان، یعنی به هر چیزی که باشد بین ما و بین آدم باشد، یعنی آدم را نگه بکنم، یعنی همون کار نفسی فریده که در ما بود همون آرام بگیرد. پیغمبر خدا چی میگد؟ جوانی که قصد نکاح کردن دارد به نیت پاکیزگی، خودش از کار بد نگه داشتن، الله تبارک و تعالی او را یاری میدهد. و سومش کدام؟
المجاهد فی سبیل الله، کسی که در راه الله جهاد میکند، دخترش با ستر میکند، با حجاب میکند. جوانان عزیز، من به نزدیکی از عمره آمدم، همه مردم تاجیکی که هم در مکه هم در مدینه بود میگفتم ای حاجی محترم، خداوند حج شما را قبول گرداند. من شما خواهش میکنم شما تسبیح نبرید، شما یگان چی نبرید، فقط برای زن و دختراتان شما حجاب برید. آخر ما تاجیکا با اسلام در دنیا فخر داریم، ما با لیچی و با فاحشگی در دنیا نام نبرآوردیم. تمام علمای بهترین از مردم تاجیکی ما است. وقتی که ما رو میپرسیدن که یک عرب یا شیخ من عین انت، تو از کجا هستی؟ میگفتم من تاجیکستان. میگفت عین تاجیکستان، تو در کجاست؟ میگفتم یا شیخ من بلد امام البخاری، ما شهر امام بخاری هستم. ریشامو بوسه میکرد. این فخر برای ما امروز با باید ما پیروی علمای پیشتر شویم. تا حاضر چرا ما همه ما تعریف بکنیم اونها را از کلاما سر که تا آخره، برای که اونها در 7 سالگیشون حافظ قرآن بودن، اونها قرآن را فهمیده بودن. قومای عزیز، تا اگر ما پیروی قرآن حدیث نشیم ما پیشرفت نمی‌کنیم. برای این سبب من باز میگم برای شما جوانان عزیز، من با همراهی شما زیاد سخن گفته نیستم. من همه قدر برای شما میگم که امروز تاجیکستان ما محتاج مولای قلب پرست نیست، محتاجی بنام پیشوایی که مردم با سوی قلب پرستی میبرد، میگه که برای قبر زیارت بکن، از قبر طلب کن. والله ما محتاج قبر نیستیم، ما محتاجی الله هستیم که ما را آفریده است. ما قبر پرست نیستیم، ما الله پرست هستیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عیب است، شرم است که امروز غنا نامش بخیزد بگو که از خاک قبری بابی ما بخور تو صحت میشی، مرتد میشن، از دین میبراید. خاک حرام است. از کدام خاک؟ 130,000 صحابی رسول اکرم آیا از قبر پیغمبر خاک گرفته خورد یا که از پیغمبر طلب کرد؟ نه نکرد. والله میگفتن که ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب رسول اکرم خود چی میگفتن؟ اللهم لا تجعل قبری مثلا یعبد. خداوندا قبری مرا بوتی نگردان که عبادت کرده شود. لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. خدا لعنت کن مردمی یهود و نصارا را که قبر پیغمبراشون اطلاق کردن، از پیغمبر طلب کردن حرام است. که پیغمبر ما یاردم کن گفتن حرام است. امروز چه خیلی ما از قبر ما مدد طلب کنیم؟ نه والله این غیر دین اسلام است، این شرکیات است. ما باید این کار نکنیم. جوانان عزیز، باید ما اسلامی نازنینی داشته باشیم. آخر ناموس اسلامی کم شده است. چرا؟ از یک سبب است که با اکثر پیشوای ما مردم هم میگن که تو برای فلان مزار زیارت بکن و تو بجای که بگه که تو برای 2 رکعت نماز بخون. حتی در مکه بودم از نماز بامداد شب قیام لیل کردم، بعد بامداد خوابگاه بودم، یک از اعلام کرده است که ای مردم جمع شوید ما شما را فلان جا قبرستان زیارت میبرم. خیستم بودم بچه جان خواب در سر مکه آمدی برای قبر پرستی آمدی؟ تاجیکستان که قبر پرستی رفتی، اینجا کجا آمدی؟ برای در بیت الله 2 رکعت نماز بخوان. حدیث صحیح بخاری 100,000 ثواب بگیری. در تاجیکستان را پوری کار. غار حرا کجا میروی؟ تو غاری سب کجا میروی؟ یک تجمع بیرون شتمای بیت الله حساب کرده، درهای بیت الله حساب کرده. بابی و تو را کی میپرسه که تو در اینجا تو در حساب میکنی؟ همه تاجیکا را اکثرش که در همونجا بودن بابیا کو بخیزید کدام تانا پرسیدن عرب که شما مزار برخ زیارت کردید؟ یکون کس پرسید نه. و چرا در تاجیکستان شما آوازه میکنید که پیش اج رفتن تا اگر مزارا زیارت نکن؟ حتی در اونجا میپرسن. عرب حالی خود نمیپرسن. اگر قبر پرستی تو ببینن والله میگه اینا مشرک هستن. جوانان عزیز، اسلام را بدنام نکنیم، قرآن ما بدنام نکنیم. شریعت ما محتاج قبر پرستی نیست. شریعت ما بسیار اسلامی نازنین است. خداوند چی میگه؟ شما خدا پرست شوید. قانون است، قانون داره. پیغمبر خدا چی میگه؟ ترکت فیکم امرین. حضرت مالک ابن انس روایت میکنه دیره ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. ای امتی من بعد از سر خودم 2 قانون گذاشتم، یکیش قرآن، دیگرش حدیث. شما پیرو قرآن و حدیث شوید. برای این سبب از خداوند طلب میکنم که ما و شما را به مثل حبیبی که جانش از سرش بریدن از دین اسلام نگشت و نعوذ بالله در پیش مسلمه کذاب میگم که الله یگانه است. ما در مکه کیسه میکردم، مادرها را یک دعوت کردن که حضرت مادر
آخی چی بگم؟ زن عوامی مردم چارکوی اصفاره از زن ملای ما بهتر است. از دوشنبه ملا حج رفت است، دخترش حجاب ندارد. لیکن عوامی مردم چارکوی اصفاره زناش میدیدم همش حجاب سیاه داشتن. آوای چشم برو و خداوندا چرا ملا زن دخترش حجاب ندارد لیکن مردم چارکوی اصفاره زن عوامش حجاب دارد؟ آوای داملای خوب داشتن، خدا رحمتش بکنه. داملای صفیه خان بود است. بعد پرسیدم او خدمت کرده است. خدا رحمتش کنه، پروردگار قبض پرور کنه. خداوند همینجا دعا کردم خداوندا ملاهای ما را با غیرت بگرم که دختراشون همینا با حجاب کنن و مردم حجاب میکنن. ملا مردم دخترش حجاب نداشته باشه عوام از کجا بکنن؟ جوانان عزیز، ما همین قصه را کوتاه برای شما میکنم. اینا از جیگرم سوختم برای شما میکنم که ما و شما باید خدا پرست باشیم. ما و شما باید پیرو قرآن حدیث باشیم. حبیب وقتی که جناب رسول اکرم صلوات الله علیه مسیلمه کذاب که وقتی که دعوا کرد که من پیغمبر هستم، جناب رسول اکرم خط نوشت که ای مسیلمه کذاب، تو کذاب هستی، تو دروغگو هستی، تو والله پیغمبر نیستی. خط نوشت با آیاتو چند سخنانی گفتند، در طرش مهر کرد. گفت کی میبرد؟ همه صحابه خاموش. حبیب جوانی زیبایی بود. گفت من میبرم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول اکرم نگاه کرد، موی لباش نو برآمدگی بود. آبی چشم رسول الله برآمد. صحابه پرسیدن یا رسول الله تا آبی چشم کردی؟ گفت که حبیب عذاب میکشد. حبیب بسیار سخت عذاب میدهند. وقتی که در راه میرفتند جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از داشت نجیمونده بود. وقتی که جبریل امین خبر میداد که یا رسول الله حبیب در نزد مسیلمه کذاب رسید، خط کش آمد مسیلمه خواند. مسیلمه میگفت که تو از کجا آمدی؟ آوازی بلند قدی میگفت که من از نزد رسول الله آمدم. کدام رسول الله؟ محمد ابن عبدالله، پیغمبری که او را خداوند در قرآن پیغمبری آخر زمان خوانده است. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. مسیلمه کذاب چی گفت؟ تو میگی که محمد پیغمبر است؟ گفت والله میگم که محمد پیغمبر است. تو میگی که من پیغمبر هستم؟ نه والله تو پیغمبر نیستی. گفت که حاضر میگی تو من پیغمبر نیستم؟ گفت نه تو پیغمبر نیستی. محمد پیغمبر است؟ بله محمد پیغمبر است. شمشیر بیارید، دست پاشو بکپید، شکمش چاک کرد، خون جاری میشد. با میپرسیدن که محمد پیغمبر است؟ بله محمد پیغمبر است. من پیغمبر هستم؟ نه تو پیغمبر نیستی. جوانان عزیز، این قصه را برای میکنم که سری ما را بگیرم با دستی نکردیم. اینا اسلام میگن، اینا قانون الهی میگن، عشق الهی میگن. وقتی که دستی راست بریدن جناب رسول اکرم میگو که دستی راستی حبیب بریدن. صحابه فریاد زدن مینالیدن، دستی چپ بریدن، زبان حبیب بریدن، و سرش اشاره میکرد که محمد پیغمبر است، تو پیغمبر نیستی. و بالآخر جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگو که روح حبیب به جنت الفردوس پرواز کرد. بنابراین جوانان عزیز، ما از شما خواهش میکنم که امروز در تاجیکستان ما پیشرفت شده است. نعوذ بالله بنام پیشواهای دروغ کذابین شریعت بازیچه که خودشان نماز جمعه نمیخورند، در خانه‌هاشان میشینند جمعه نمیخورند، خودشان اولیاء اعلام کردن. ما بیزار هستیم از که اولیاءهای دروغینی جمعه نمیخواندگی. حدیث صحیح است کسی سه جمعه نخواند خداوند در دلش مهر نفاق میزند. ما محتاج خیلی پیشواهای دروغی نیستیم. ما الحمد پیشوا داریم. قرآن ما پیشواست، پیری ما قرآن است، پیری ما حدیث رسول است. برای امسال جوانان عزیز، خداوند شما را دیندار سازد. خداوند جل و علا ما و شما را از همه آفت‌ها نگه بدارد. جمهوری ما را خداوند مادرامون با شرم با حیا گرداند. جوانامون را دین دوستدار بکند و یعنی توحید یگانگی خدا و رسول است. بازید یه چیز ازیق میشم که میگم برادر تو چرا فلانه پیش قبر بردی؟ او میگه که پیش قبر برم. میگم که خداوندا اگر همین بنده در پیش تو قدر داشته باشه مرا به حرمت همین مرا تو ببخش. و چرا خودی به الله طلب نمیکنی؟ چرا بیوی نمیشه؟ در کجا آمده در حدیث که تو پیش قبر برم؟ نعوذ بالله مشرکین قریش خدا پیغمبر خدا میگه شما چرا بت پرستی میکنید؟ میگن یا پیغمبر ما پرستش نمیکنیم تا که ما را لیقربونا الی الله زلفا، ما را این بتا با خدا نزدیک میکنم. چه فرقی داشته است؟ یگان فرقی ندارد. جوانان عزیز،
من شما را در وقت دوست می‌دارم که شما موحد باشید. از این شرکیات، از این چیات در تاجیکستان ما باید نعوذ بالله قبر پرستی عمرش کم باشد. ما از قبر هیچی مدد طلب نمی‌کنیم. ما محتاج قبر هم نیستیم. همون صاحبای قبر محتاج دعا هستند. ما ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما الحمد در چندین جا گفتم ما محتاج برخ نیستیم، ما محتاج حضرت موسی نیستیم، ما محتاج الله در روز قیامت شفاعت کبرا محتاج پیغمبر هستیم. ما محتاج حضرت موسی نیستیم. او اگر برخ یکمش نیست در اینجا نمیشه، اگر باشدم محتاج نه برخ هستیم نه محتاج حضرت موسی هستیم. این را باید یقین بدانیم. جوانان عزیز قدر شما را پست نکنیم. مولا خداوند چقدر که دام رسول میخونه کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. من شما هم خواهش میکنم که زناتون رو با حجاب بکنید، دختراتون رو با حجاب بکنید. امروز وقتی آمده است که مسلمان باید با غیرت باشد. ما محتاج به غیرت نیستیم. ان الله غیور یحب الغیور. الله ذاتی با غیرت است. آخر قصه رو دیگر بکنه سعد شمشیر گیره ای مردم والله میگم کسی با سوی زنی ولی اکرم سرش میگیرم. رسول اکرم گفتن یا رسول الله سعد دیوانه شده. گفت چی میگه؟ میگه هر کسی با سوی زن دختری ما تماشا کند سرش میگیرم. گفت شما تعجب نکنید، غیرتی ما سعد 1000 مرتبه زیاد است و غیرتی الله به پایان است. الله جوانی با غیرت دوست می‌دارد، ای منافق بیزار است. المؤمن خیر کریم و المنافق خب لئیم. مؤمن مردی با غیرت است. اول غیرت در سر زن و دخترش. خداوند جل و علا ما الحمدلله العالمین نیتی سخن گفتن نداشتم. یک دو کاری ضرور است الحمدلله العالمین که نگه دارم مردم اینو با اجزا خدا برکتش دید که از روی مسلمانیش مرد نمان ایمانم که کستم آمدم همینجا که برم شیخ و بیضا مسلمانی موحد است الحمدلله العالمین. گپی مرا نگیرد الحمدلله. قرآن را دوست می‌دارد، پیغمبر را دوست می‌دارد. برای خیستم آمدم این یارو دوست دارم و خرسند میشم از همین جوانایی که از مردمی که الحمدلله مسلمان کامل هستند. خداوند ما و شما را از قلب پرستی نگه بدارد. خداوند ما و شما را از شرکیات نگه بدارد. خداوند جلال ما و شما را بنده خودش امتی واقعی حبیبش بگرداند و این توی برادرمان خداوندا مبارک بگرداند و در آخر جوانایی که نیت زنگیری دارند خداوندا زن صالحان و روزشان بگرداند و خواهرایی که نیت شوهر کردن دارند خداوندا شوهرای صالح نصیب روشان گرداند برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Jadi,